سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد میکنیم. امروز جمعه 4 مارس است و من مومین احمدی در این برنامه شما را همراهی میکنم. نیروگاه بزرگترین اتمی اوکراین در جنگ آسیب دید و نشانی از صلح دیده نمی شود. در این جنگ زادگان تاجیکستان هم کشته شدند. محمد باقرov یک چهره شناخته در بدخشان ادعا دارد که مقامات انتظامی او را زخمی کردند. دلار در تاجیکستان کمچین شده است. صاحبکاران تاجیک میگویند برای مال و محصولات آوردن از بیرون دلار نقد نمی‌یابند. مقامات اوکراین گفتند که در 8 روز جنگ در این کشور 9000 نفر هلاک شده است. چند شهر بزرگ اوکراین در محاصره نیروهای نظامی روسیه قرار دارد. صدها انشاءات نظامی و معموری خراب شده است و هزاران نفر از ترس جنگ اوکراین را ترک کردند. همکارم زرنگیز نوروزشاه درباره تحولات اخیر در اوکراین گزارش می‌دهد. سوختار در یکی از انشاءات بزرگترین نیروگاه اتمی اوکراین در ولایت زاپاروژیه. مقامات اوکراین میگویند سوختار بعد حمله نیروهای روسیه در شب 4 مارس صورت گرفت. بنا به گزارش‌ها انشاءات اساسی نیروگاه آسیب ندیده است و اخراج مواد اتمی هم مشاهده نشده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت بعد این رفتار روسیه اروپایی‌ها باید بیدار شوند. تمام اوکراینی ها، تمام اروپایی ها، تمام آنهایی که چرنوبیل را میدانند، آن غوسه و قربانیان را یاد دارند، میدانند که ترکیش در نیروگاه هسته‌ای یک فلاکت جهانی بود. صدها هزار رنج آن را کشیدند و صدها هزار نفر کوچانده شدند. روسیه میخواهد آن را تکرار کند و تکرار میکند، ولی این 6 مراتب بدتر میشود. نیروگاه زاپاروژیه کلانترین نیروگاه هسته‌ای اروپا حالا در زیر دست نظامیان روس قرار دارد. حمله و تیرپرانی در شهرهای اوکراین روز پنجشنبه هم ادامه کرد و دهها کشته و زخمی به جای گذاشت. در مجموع در 9 روز جنگ بی‌دلیل روسیه با اوکراین از هر دو جانب هزارها نفر کشته شدند. این ویدیو روز 3 مارس در کوچه مرکزی شهر برادیانکا در 50 کیلومتری کیف برداشته شده است. بناهای بلندآشیانه در نتیجه ضربه‌های توپخانه‌های نیروهای روسیه در روز 2 مارس ویران و ولنگار شدند. وضع اوکراین امروز در نشست وزیران خارجه کشورهای ناتو بررسی می شود. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا قبل از این نشست در بروسل هشدار داد که برای دفاع از خاک کشورهای عضو پیمان آماده‌اند. اتحاد ما یک اتحاد دفاعی است. ما جنگ نمی‌خواهیم، اما اگر این وضع به سر ما آید ما آماده ایم که از هر وجب خاک در قلمرو ناتو دفاع کنیم. بلینکن و دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ حمله به نیروگاه هسته‌ای اوکراین در زاپاروژیه را محکوم کردند. طبق گزارش‌های رسیده 2 زاده ناحیه دروازه تاجیکستان در اوکراین کشته شدند. با گفته مقامات جمشید خدایف و شهرت عبداللهیف شهروند روسیه بودند و به طریق شرطناموی در ارتش این کشور خدمت می‌کردند. سید برهان عبدالرحمن‌زاده رئیس ناحیه درواز روز 4 مارس به رادیو آزادی گفت درباره فوت 2 زاده این ناحیه در جنگ‌های اوکراین خبردار شده به نزدیکان آنها تعزیت بیان کردند. با گفته عبدالرحمن‌زاده جمشید خدایف و شهرت عبداللهیف شهروند تاجیکستان نبودند و در ارتش روسیه به طریق شرطناموی خدمت می‌کردند. جمشید خدایف و شهرت عبداللهیف اولین تاجیکانی هستند که خبر مرگشان در اوکراین تصدیق می‌شود. رحمت الله زایرف رئیس سابق حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید روسیه با این جنگ میخواهد اوکراین را 3 تقسیم کند. او امروز به همکاران ما در دوشنبه اسکندر فیروز و نگاره فضل‌الدین گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کاری خطا کرد. پرزیدنت روسیه تو اون درجه درست است. ما اینجا ایستاده نمیتونیم سببش. حالا سببش معلوم میشه دیگر میکرد. من فکر میکنم که اوکراین خودش 3 به تقسیم میشه. ناحیه‌های مرکزی که تا کیف میبیاد، ناحیه‌های من شمالی که خارکوف 17 4 سال پرزیدنت اوکراین از همینجا بود، همین تریتوری جای غربنده با
اوکراین هست از یک قسم تقسیمش، لیکن باید میخواهم که یگانگی اوکراین تمام استفاده شود و اوکراین دائما یگانه همچون دولت عمل کند. گفتگوی کامل با رحمت الله زایروف به زودی در وبسایت رادیو آزادی و صفحه ما در یوتیوب نشر می شود. برمیگردیم به موضوع جنگ و تاثیر آن به اقتصادی تاجیکستان. به سبب تحریمات بر ضد روسیه در تاجیکستان بانک‌ها فروش دلار به میزاجانشان را کم کردند. اکنون کمچینی دلار صاحبکاران را نگران نموده است. صاحبکاران و تاجران که مال و محصولات را از خارج با دلار می‌خرند میگویند که در تجارتشان مشکل پیش آمده است و اگر وضع چنین ادامه کند نمی‌دانند چی می‌شود. علیشیر ظریفی و شهلوی عبدالله از شهر دوشنبه گزارش می‌دهند. تاجیک چند روزی اخیر نمیتواند از بانک‌های دوشنبه دلاری آمریکایی یابد. با تجارت قسم‌های احتیاطی مشغول است و این شب روز اسعار خارجی دلار برایش مهم بوده است. مال ما ای دولت آلمان آمد رسید، شرکت اروپایی لیتوا بود. 3 روز ما هم اگه بانک‌ها را گشتیم دلار پیدا نکردیم، راهگیری شرکت پرداخت کنیم. ولی با موضوعی اومدیم که خیلی تو مهلت 10 روز پیدا کرده روان میکنیم. مثل دیگر ساکنان به اون نیز در بانک‌ها گفتند دلار ندارند. میگوید قسم‌های احتیاطی ماشین را از خارج به دلار میآورد و اگر این مشکل به زودی حل نشود از تجارتش ضرر خواهد دید. مناسبت ما ویران میشود. اونا نمیفهمند ما میگیم ای بانکمون دلار یورو پیدا نمیکنیم. اونا دیگه پا نمیفهمند. ولی به خاطر که ما زیاد کار میکنیم، یک جای کار میکنیم، با ما 10 روز مهلت داد که تا مدت 10 روز راهگیری را باید شما روان کنیم. بازدیدی خبرنگاری رادیوی آزادی از چند بانک در دوشنبه نشان داد که ساکنان نمیتوانند دلار بخرند. نمایندگان بانک‌ها کمچینی و نبود دلار را تصدیق کردند ولی از شرح آن خودداری نمودند. کارشناسان مشکل دسترسی به دلار را به تحریم‌های اخیر کشورهای غرب به روسیه ربط داده میگویند بانک‌های تاجیکستان باید پایبندی را از بانک‌های روسیه کم کند. بخشی در این است که بانک‌های ما کارشناسان اصلا در بانک‌های روسیه است. می‌فهمید؟ اکنون سویفت کار نمی‌کرد در بین روسیه و دولت‌های غرب. ما اینجا از آب کش دادیم. اما باید دیورسیفیکات کردن لازم بود این کارشناسای تاجیکستان. بانک‌های تاجیکستان باید که نه تنها روسیه بلکه مثلا گرمانیا، انگلیا، فرانسه، اسپانیا، کانادا، استرالیا همینجا جزء می‌کرد. در برابر دلار در ارزش قربی روبل روسی نیز تا یک هفته اخیر دگرگونی جدی به میان آمده، ارزش 1000 روبل به کمتر از 100 سومانی فرآمد. افزایش قرب دلار در بازار سیاه و کمچینی آن در بانک‌ها در حالی است که ارزش دلار رسما در بانک‌های کشور مثل روزهای پیش باقی مانده است. در بانک ملی تاجیکستان این موضوع را شرح ندادند. مسئله افزایش قرب دلار در گذشته نیز نگرانی‌های را به وجود آورده بود. اقتصادی تاجیکستان از بازار بیرونه پایبندی زیاد دارد و اکثر مال و محصولات نیاز اولیه با اسعار خارجی از دیگر کشورها خریده می شود. در پی کمچینی و افزایش قرب دلار در بانک‌ها، اقتصاددان‌ها بارها تاکید نمودند که تاجیکستان برای رهایی از این مشکل باید به استحصال محصولات وطنی و صادرات آن به خارج از کشور توجه بیشتر نماید. علیشیر ظریفی، شهلوی عبدالله، رادیوی آزادی، دوشنبه. تأثیر جنگ روسیه با اوکراین نه تنها در بازار اسعار تاجیکستان بلکه در زندگی مهاجران کاری تاجیک نیز سخت احساس می شود. برخی را از جای کارشان اختصار می کنند، تعداد دیگر از بد شدن تجارتشان شکایت دارند. در این میان سر و صدا هم بلند شده است که در صورت پیوستن مهاجران تاجیک به صف نیروهای روسیه با آنها زود شهروندی می دهند. محمد جان صابیروف، حامی حقوق مهاجران در روسیه میگوید فریفته چنین دروغ‌ها نشوید. نرخ‌ها بسیار برای خوراکواری بسیار چیزا بسیار هم قیمت شدن و این چنین از بس که تحریم ها زیادی بد شد بعضی بانک ها هم کار نمیکنند. بعضی ها میگن که تاجیکستان مبلغ روان کرده نتونستیم. در حالت پس شدن قرب روبل روسی بسیاری ها همون معاشی که 30,000 یا اینکه 40,000 میگیرند همین معاش بگیم در همون تاجیکستان با همون قربی که روسی 98 است یا اینکه 100 سومونی است در همون جمع کار میکنند. برای همین باز بسیاری هم در بین مهاجران بسیار هم گپای است که
یعنی رفته 3 ماه خدمت کنی بس شما پاسپورت روسی میتین یعنی شرطنامه یعنی کنترکت این گپا همه دروغ است یگان جا رفته خدمت نکنین خواهش میکنم با یگان جنگ اشتراک نکنین ما از تاجیکستان آمدیم که کار کنیم و عائله خودمون رو تامین کنیم برای همین با یگان جنگ ها رفته اشتراک کردن در کار نیست و یگان شناسنامه در بین 3 ماه شما هیچ کس شناسنامه هم نمیتین این گپا دروغ است. محمد جان صابرов حامی حقوق مهاجران تاجیک از روسیه صحبت میکرد و درباره سر و صدا که گویا در صورت پیوستن مهاجران به صف نیروهای مسلح روسیه به آنها شهروندی میدهند. محمد باقیرov یک شخص شناخته در خاروق ادعا دارد که روز 4 مارس در یک تیرپرانی در خاروق از دستش زخمی شده است. محمد باقیرov در صحبت با رادیو آزادی گفت هنگام حرکت به مرکز خاروق در یکی از پاسگاه‌ها به سویش تیر انداختند. یک خاروق رفتم همون پرکریوزکا در همین автоматчик‌ها از پیشم بر اومدن و تیرپرانی را سر کردن. ماشینم زدم. دکتر رفتم اونجا پرواز کردم. شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی بدخشان بر رادیو آزادی گفت که از حادثه خبر ندارند و اداره آنها یگان مراجعت نگرفته است. دادستانی ولایت بدخشان با گمان لطوکوب مدیر معارف بدخشان بر ضد محمد باقیرov پرونده باز کرده است. مقامات او را سردار گروهی سازمان یافته جنایی مینامند ولی خودش دست داشتن در جنایت را رد میکند. رعایت نشدن نوبتپایی در تاجیکستان مشکلی است که بسیاری ها آن را دوست نمی‌دارند. بارها در تاجیکستان برای رعایت نشدن نوبتپایی زنازنی صورت گرفته است. شاید شما هم در فرودگاه و فروشگاه ها شاهد دعوا و کشمکش شده اید و می‌خواهید بدانید چرا در تاجیکستان نوبت کم می‌ایستند. گزارشی برای یوسفی و علیشیر ظریفی را تماشا کنید. چنین صحنه‌ها در بازار و مغازه‌ها قبل از عید و مراسم‌ها بیشتر به نظر می‌رسد. ساکنان عادی که شاهد چنین صحنه‌ها شده‌اند، رعایت نشدن فرهنگ نوبتپایی را مربوط به چند عامل می‌دانند. در روسیه میره سامالیات میفروش نگاه می‌کنید این همین تطوایان. دیگر این ارمنی و آذربایجان و اولم شوهانه که اوچرات میستن به حاضر میبرن میره. ساکنان همچنین رعایت نشدن نوبتپایی در بسیار موردها را مربوط به تربیت صبر و تحمل نشدن در خانواده‌ها می‌دانند. جامعه شناسان این روند را خاص اوربانیزاسیا یعنی از دهات به شهر کوچ بستن ساکنان می‌دانند. به قول آنها در دهات تاجیکستان نوبتپایی برای دریافت چیز معمول نیست، زیرا برای نوبتپایی تقریبا ضرورت وجود ندارد. و همین اهالی دهات نشین زیاده از 73% اهالی جمهوری تاجیکستان تشکیل می‌کند و باقی 27% قریب 27% اهالی شهرنشین تشکیل می‌دهد. از همین حساب خودی همین نوبتپایی یا نوبتداری رعایت کردن نوبت در دلخواه سمت این اصلا خاصی اهالی شهرنشین است. جامعه شناسان بر اینند که والدان باید در خانواده‌ها فرهنگ نوبتپایی را با فرزندان همچون عادت تربیت کنند، زیرا عادت با گذشت وقت در جامعه به معیار تبدیل می شود. حالا در برخی اداره و مؤسسه‌های تاجیکستان برگرفته از کشورهای رشد کرده نوبتپایی رقمی جاری شده است که ترتیبی با نوبت خدمت‌رسانی‌ها را به تنظیم درآورده است. برای نوبت گرفتن میزاجان پیش من میآیند، رقم‌های تلفنشان را میگویند، با تلفنشان پیامک میآید و در اکران ما نوبتشان میآید. نقض ترتیب نوبتپایی بارها باعث جنجال و مناقشه میان آدمان شده است. جامعه شناسان بر اینند که تا زمانی که همه قشرهای جامعه به فرهنگ شهرنشینی مطابق نشوند، این روند به معیار تبدیل نخواهد یافت. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان فرمان دعوت جوانان سنی خدمت حربی را امضا کرد. بر اساس این قرار که روز 4 مارس نشر شد، جوانانی از 18 تا 27 ساله از ماه اپریل تا می به ارتش دعوت می شوند. همزمان آنهایی که مهلت خدمت حربی را به انجام رساندند از قسم‌های حربی رخصت می شوند. اینجا به پایان برنامه اخبار آزادی رسیدیم. سپاس که با ما همراه بودید. اخبار بیشتر از این رو در سامانه azadi.org، صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب پیدا کنید.